بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. انا لله و انا الیه راجعون. تعزیت و تسلیت خود و برادران عزیز خود را و همه برادران و خواهران اسلامی در قزاقستان جنوبی و ویژه و ساکنان دهه فردوسی هجرتگاه ما در سالهای هجرت برای مصیبت ویرانگر و سیل خراب آوره که باعث خراب شدن خانه ها و دهه ها و به تاراج و تلف شدن مال و اموال اونها منجر گشته است، از عمق جان عرض می نمایم و تبرکاً با دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: آجرکم الله فی مصیبتکم هذه و اخلف الله خیرا منها. از خدای مهربان براتان اجر و پاداش بزرگ و صبر جمیل و جایگزینی بهتر از خانه های خراب شده مسئلت دارم. واقعا مصیبت شما برادران و خواهران اسلامی مصیبت ما و درد شما درد ماست و ما را در این مصیبت و این درد خود شریک بدانید. زیرا رسول اکرم می‌فرمایند: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سعدی شیرازی مضمون این حدیث شریف در نظم در آورده است که امروز میگویند در پشتاق یونسکو افتخار ما مسلمان هاست. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشایند نامد نهن آدمی. رسول اکرم در حدیث صحیح دیگر در این رابطه می فرمایند: والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. 3 دفعه با تأکید با قسم فرمودند که به خدا قسم ایمان ندارد. والله مؤمن نیست، مسلمان نیست کسی که منبات شبعان و جاره جائع، خودش با شکم سیر خواب است اما همسایش در پهلوی او گرفتار مشکلیه، گرفتار مثلا گرسنگی است یا حالت مثلا رنجوری یک مصیبتی دارد. از این خاطر مسلمان باید درد برادر مسلمان در هر گوشه دنیا که نباشد، در هر اقصا نقاط عالم که باشد، باید مصیبت خود داند، درد خود داند. این است همدلی اسلامی، این است همدردی اسلامی. اما برادران و خواهران عزیزی مصیبت زده، ما الحمدلله مسلمان و پیرو قرآن هستیم. قرآن عظیم الشان به ما خبر می دهد که هیچ چیزی در این عالم هستی و هیچ حادثه و آفت در کره زمین واقع نمی شود مگر طبق نوشته خدا و با اذن خدا. استعیذ بالله: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. صدق الله العظیم. مولانا در تفسیر آیه مبارکه می فرماید: هیچ برگ در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو تا نگوید لقمه را حق کت خلو. هرچه حق کرد در ازل تقدیر نتواند دهد کسی دهد تغییر. عزیزا از قرآن و سنت این شعرها را برداشتند. در جای دیگر خداوند بندگان خود را با چنین پیش آمدها، با ابتلاها و امتحانها در مال و در جان هشدار داده می فرماید: استعیذ بالله ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صدق الله العظیم. خداوند میگوید البته ما در این زندگی دنیا
شما را گاه گاه با مصیبت های مالی و جانی مبتلا می سازیم، گرفتار می سازیم، ولی شما باید در این مصیبت ها از خود صبر و بردباری و رضا و شکری در نعمت های خدا باید اظهار نمایید. برای در ادامه آیت خدا گفت که بنده هایی که در چنین مصیبت ها صبر و بردباری دارن، خدا پیغمبر خدا اونها را بشارت مجدت و صلوات خدا و رحمت خدا و مغفرت و کفارت گناه ها و این بنده های هدایت یافته و راه یافته هستند. البته باید هر مسلمان بداند که مصیبت برای دشمنای خدا، برای منکران خدا یه چهره دارد، یه صورت دارد. اون هم خسارت است، هلاکت است، زیان است و ضرر، تلف مالی است و تلف جانی. اما در عین زمان همین مصیبت برای بنده مومن دو چهره دارد، دو صورت دارد. یه صورت ظاهری همون است که گفتیم خسارت و مصیبت و زیان است، اما صورت باطنی رحمت خداست، مغفرت، کفارت، رفع درجات است. رفع درجات بنابر خاطر همین در حدیث صحیح پیغمبر خدا می فرمایند لا یصیب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتی الشوکه یشاکها الا کفر الله بها عن سیئاته. برای بنده مومن هر غم و هم و گرفتاری میرسد یا هر مصیبت و بیماری و رنجوری در سرش میاد، حتی یک خار در پاش میخلد و آزار مییابد، در عوض خداوند گناههای او را کفارت میکند. البته وقتی که مصیبت بیشتر از گناه باشد، از گناههای بنده باشد، اون مصیبت باعث رفع درجاتش در بهشت میشود. همچنانه که در کتاب الترغیب و الترهیب ابن منذر روایت‌های زیادی در این باره می‌آورد که خداوند در جنت برای بندگان اهل بلا که این دنیا در مصیبت می‌بینند، بلا و رنج می‌بینند، درجات، مقامات، جایهای مخصوص خدا آماده کرده است که اون درجات و اون مقامات بنده با طاعت و عبادت، با شب زنده‌داری و روزداری نمیتواند به دست بیارد، بلکه خدا اون درجات در عوض مصیبت ها، در عوض بلاها، در عوض گرفتاری ها به بنده ها عطا می‌کرده است و انعام می‌کرده است. بنابر رسول خدا در حدیث صحیح دیگر فرمودن این عظم الجزا مع عظم البلا. خدا بزرگترین پاداش در عوض بزرگترین مصیبت برای بندش عطا می‌کند. هر قدر بلا بزرگتر، جزا و پاداشش هم از جانب خدا بزرگتر و عظیمتر. خلاصه برای بنده مومن این سخنها، این حدیثها خیلی مایه دل است. نباید بنده مومن در چنین حالتها مثلا استرس بگیرد، نباید در چنین حالتها روح افتاده شود، شکسته شود. باید با این نویدها، با این بشارتها، با این مژده‌هایی که از قرآن و سنت میشنود باید دلگرمی پیدا بکند. از این خاطر حدیث رسول اکرم صحیح هست، میفرمایند عجبا للمؤمن ان امره كله خیر له ان اصابته السراء فشکر کان خیرا له و ان اصابته الضراء فصبر کان خیرا له. گفتم برای بنده مومن من در تعجب هستم، در شگفت هستم، زیرا خداوند همه کار برای او خیر قرار داده است. با عنایت خود الهی خداوند همه چیز برای او خیر قرار داده است. اگر از جانب خدا شادی و خرسندی، راحت و نعمت و تندرستی و عافیت برسد، در این نعمت ها شکر بگوید، براش خیر است، اجر است، پاداش است، درجات است. اگر خدا نکرده از جانب خدا مصیبت بر سرش بیاد، رنج در سرش بیاد، بیماری، گرفتاری، آفت و بلاه، در این مصیبت صبر و بردباری بکند، اینم براش خیر است که خدا کفارت گناهاش و رفع درجاتش میگرداند. اما خواهران و برادران اسلامی باید بدانید که این اجر مکافات ها وابسته با عکس العمل ما و شما در برابر مصیبت هاست. اگر ما عکس عمل خوب
در چنین حالت از خود نشان بدهیم با صبر کردن و با احتساب و از امید ثواب و طلب ثواب کردن انشاءالله پاداش خوب میگیریم. ولی اگر خدا نکرد و عکسم العملی بد و منفی از خود نشان دادیم، جزع و فزع کردیم، سخنهای مولا یعنی سخنهای مثلا خدا را در غضب می آوردگی، نارضایتی از قضای الهی است پروردگار داشته باشیم، در این صورت مصیبتی ما مضاعف می شود، مصیبتی ما چند برابر می شود. هیچگاه اون مصیبتی، اون ضررهای رسیده دوباره جبران نمی شود، دوباره به دست نمی بیاد. اما از این اجر و پاداش و نعمتها و ثروتهای معنوی اخروی زیاده که خدا وعده داده است، رسول خدا وعده داده است، فقط محروم می شویم و خلاص. از این خاطر در یک حدیث قدسی که عبدالحمید کشک در یکی خطبه های خود خدا رحمت کند گفتن، خیلی وعد و وعید سخت برای بنده های مثلا مؤمن است که باید در چنین حالت ها ما از خود چه عکس العمل نشان بدهیم. خداوند می‌فرماید من راضی بقضائی و قنع بعطائی و صبر و شکر لنعمائی و صبر علی بلوائی کتبته صدیقا و بعثته یوم القیامت مع الصدیقین. هر بنده در قضای من راضی باشد و به رزق داده من قانع باشد و به نعمت هم شاکر و سپاسگزار باشد و بر بلا و مصیبت هم صابر و بردبار باشد، کتبته صدیقا، این بنده خدا میگه من در رایخت بنده های صدیق نام او را ثبت میکنم و روز قیامت در زمره و جمعی بنده های صدیق او را محشور و جمع خواهم کرد. البته صدیق ها در مقام و درجه بعد از انبیا قرار دارند، چنانکه که قرآن خبر میده، استعوذ بالله، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا چه رفیقی خوبی هستند. البته صدیق ها هم اولیاء الله هستند که بعد از انبیا قرار دارند، اما اولیاء الله قرآنی. اما در مقابل در ادامه حدیث قدسی خداوند وعید میکند برای بنده هایی که خودشان در چنین حالت ها بای میدهند. چه میفرماید؟ من لم یرض بقضائی ولم یقنع بعطائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلوائی فلیخرج من تحت السماء ولیطلب ربا سوائی. هر بنده در قضای من راضی نباشد، و رزق داده من قانع نباشد، و نعمتهای عطا کرده من شاکر و سپاسگزار نباشد، در بلا و مصیبت و امتحان هم صابر و بردبار نباشد، پس گم شود از زیر آسمان من و روی زمین من و بیرون شود و برای خود رب دیگری، پروردگار دیگری طلب و جستجو بکند. البته چنانه که قرآن میگوید این المفر کلا لا وزر، بیرون از زیر گنبد خدا و زمین خدا دیگر کجاست که ما فرار بکنیم؟ این حالا همش مال خداست، همش ملک خداست. از این خاطر شاعرم میگوید که خالق همین گوید تو را اندر بلایم ده رضا، ورنه برو زیر سما خالق طلب جز من دگر. یعنی خدا با این سخنش بیزاری دارد از چنین بنده ها، تبرایی دارد از چنین بنده ها که من خالق شما نه، شما بنده من نستید. اما در آخر یک نکته مهم